دروغ چیه دست ما؟ برید بیرون روابط مردم حساب می‌کنید خودت همراه می‌شید. واقعا میگه دروغ هست. روزی کلامی بالای درخت پیتزا می‌خورد. روبا دیگه بالایی ها. نشسته اسلام دیدم اعدام شلاق اجبار و تکرار مردم رقابت اسلامو پله کن خودت دنبال سکسی فقط حتی پشت تلفن خون بکن تو شیشه بعد قایم شو پشت ریشه توی شهر ما هرکی عاقلشو کشته میشه یه آدم مریض میبینی سر پستاره اگه دنبال دادن نیستی پس کن شو پست خاره خوب به مالی محبوبی عقب مونده اگه محجوبی ولی خودشون عقب‌ترینن طرز فکر دور سرن صاحب حرم سرای شیخ اخامنه بود جوونا رو تشنه میذاشت که بشن حامل زود گرون که باشه همه چی جوش میخوره معامله خوب با فقر و ترافیک و دزدی شدن عامل دیگه فردام به درک بذار لااقل حرفمو بزنم خاکشو خوردم تعصب کشیدم کجا باز تعصب بشینم ها